امروز اومدم با هم ترشی کلم درست بکنیم که توی 3 روز آماده میشه. سبزیجات رو خورد میکنیم. کلم سفید احتیاج داریم که مثل تصویر خوردش میکنیم. کرفس رو خورد میکنیم. لایه اول کلم میریزیم. بعدش یه دونه فلفل شیرین و یه دونه فلفل تند اضافه میکنید. سیر رو خورد میکنید، اضافه میکنید. نعنا خشک، کرفس و نمک و دوباره کلم. 2 لیوان سرکه سفید و 4 لیوان آب جوش اضافه میکنید. یه مقدار نمک اضافه میکنید، هم میزنید و میریزید روی ترشی تا 3 روز بمونه.